راهبران کشورهای هفتگانه تصمیم گرفتند تا قرارداد مینسک پررا اجرا نشود تحریم‌های جاری ضد روسیه را بیکار نمی‌کنند. کشورهای هفتگانه بزرگ راضی شدند تحریم‌های ضد روسیه برای نقشش در ناآرامی‌های اوکراین ادامه یابد. در این باره دیوید کامرون سروزیر بریتانیا در نشست خبری پس از برگزاری سمیت هفتگانه بزرگ در ژاپن اظهارات داد. در اظهارات نشست گفته شده است که رهبران کشورهای هفتگانه غصب غیر قانونی کریم را محکوم کرده سیاست اعتراف نکردن نتیجه های رای پرسی برای پیوست شوی این نیم جزیره به روسیه را ادامه خواهند داد. در این باره صحبت داریم با اندری شراگراتسکی شارح بخش روسی رادیوی آزادی در پراگ. اندری، ظاهرا بعد تسلیم سافچینکا به اوکراین بسیاری ها در مسکو امیدوار بودند که بعد این سازش غرب و اروپا برای بیکار شدن تحریم های روسیه یک اقدام می شود، ولی فعلا چنین نشد. شما این تصمیم هفتگانه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ شرایط آزادشوی سافچینکا معلوم نیست و به این زودی ها هم آشکار نخواهد شد. بسیارها آزادشوی او را با سال دوم رهبری پرزیدنت پترو پروشنکو پیوند می‌دهند. نشست کشورهای گروه هفتگانه هم به همین بستگی دارد. من تصادفاً هفتگانه را هشتگانه گفتم، ولی خود همین هیئت هم رمزی در انزوا ماندن روسیه است. مدت پیش روسیه عضو هشتگانه کشورهای پیشرفته بود، ولی بعد غصب نیم جزیره کریم این کشور را از این هیئت بیرون کردند. هیچ یک دولتی عضو این سازمان آماده نیست که کریم را چون قلمرو روسیه اعتراف کند. کشورهای ابرقدرت کیهاز با بازی‌های پوتین عادت کردند. فکر میکنم که در میان آنها یک اتفاق نظر وجود دارد که مناسبت با پوتین باید سختگیرانه باشد. از همین خاطر هم در ملاقات آخر خود کشورهای عضو هفتگانه گفتند که تا زمان اجرای پوره شرط‌های سازشنامه مینسک تحریم‌ها بیکار نمی‌شود. وقتی پوتین گفت که امیدوار است در نشست رهبران کشورهای هفتگانه یک پیشرفت حاصل می‌شود، خطا خورد. یک نشانه غیر مستقیم عصبانیت مسکو این است که نخست وزیر دیمیتری مدودوف روز 27 می گفت که حکومت باید قرار تمدید آنتی سانکسیون ها یا تحریم های جوی به ورود مواد غذایی از کشورهای اروپایی را قبول کند. مهلت اجرای این قرار را هم تا آخر سال 2017 مقرر نمود. اظهارات مذکور هم در روز صدا داد که پوتین با یک سفر در یونان قرار دارد و ظاهراً امید داشت که حضور او در قلمرو یک کشور عضو اتحادیه اروپا برای بیکار کردن تحریم‌ها مساعدت می‌کند، ولی چنین نشد و به مسکو گفته شد که تا زمان اقدام‌های عملی نگیرد وضع دیگر نمی‌شود. پیامد تحریم ها که بیشتر خصوصیت اقتصادی داشته است در 2 سال اخیر به اقتصاد روسیه خیلی جدا تاثیرگذار شد، هرچند مقامات روس از انعکاس میزان نارضایت مردم از بالاروی نرخ‌ها، کاهش درآمد و وضع بد اجتماعی و اقتصادی خودداری میکنند. خود واقعیت بیانگری حال است. تا کجا به نظر شما روسیه واقعا هم آماده می شود که یک روز عقب نشینی کند؟ این یک سوال دشوار است. واقعا هم در 2 سال اخیر وضع اقتصادی روسیه خیلی بد شد. علاوه نرخ نفت پایین فرامد. این ضربه سخت به بودجه حکومت روسیه شد و از به آبروی پوتین هم ضربه زد. اکثر رسانه‌های روسیه در مجموع تحت نظارت دولت قرار دارند. از این رو درباره عمیق رفت بحران کم صحبت می‌کنند. هرچند میگویند که بحران پس سر می‌شود و اقتصاد در حال پیشرفت است. از روی پرسش‌های افکار عموم میزان قناعتمندی جامعه از سیاست پوتین کاهش یافته است، ولی نمونه‌های زیادی دیگر وجود دارد که با وجود چنین وضع رژیم‌های همسان با راه عمر خود را دراز می‌کنند. اینجا نقش تبلیغات خیلی کلان است. مردم نمی‌فهمند که در اصل چی می‌گذرد و با آنها تلقین می‌شود که گناهکار غرب، ایالات متحده آمریکا و اوباما است. همین گونه عمر رژیم را هم دراز می‌کنند. فکر نکنم که در فرصت‌های نزدیک حالت امروزه به موقع یا کرسی پوتین تاثیر گذارد. در این حالت می‌شود وضع روسیه را با فیدل کاسترو و کوبا یا کره شمالی مقایسه کرد و اگر همین شباهت برای آنها قابل قبول باشد، پس این انتخاب کرمل است. تشکر. با سوال‌های رادیوی آزادی اندری شراگراتسکی شارح بخش روسی رادیوی آزادی پاسخ داد.